دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم. گفت کو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم. قامتش را سرو گفتم سر کشید از من به خشم. دوستان از راست می رنجد نگارم چون کنم. درود بر شما. خیلی خیلی خوشحالم که باز هم با کلام آسمانی حافظ به بهانه شعر چند لایه او فرهنگ سرزمین عزیزمون رو مرور میکنیم. رویاها، خاطره ها، تفکرات، احساسات، تاریخ و هرچه که در یک کلام فرهنگ ایرانی است، فرهنگ این اندیشه بزرگ، این سرزمین پاک است، در شعر حافظ قابل دریافت است و لحظات خوشی هم امیدواریم که با این شعر داشته باشیم. خب دو بیت از یک از غزل‌های بسیار زیبای حافظ رو خوندم تا بریم سراغ غزلی که قرارمون این هست که در این نوبت بهش بپردازیم. غزل شماره 22 از دیوان حافظ موضوع این نوبت ماست. یک بار غزل رو روخوانی میکنم براتون. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست. سخن شناس نه جان من، خطا اینجاست. سرم به دنیی و عقبی فرو نمی آید. تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. در اندرون من خسته دل ندانم چیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. دلم ز پرده برون شد کجای ای مطرب، بنال هان که از این پرده کار ما به نواست. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. نخفتم ز خیالی که میپزد دل من، خمار صد شبه دارم شراب خانه کجاست. چنین که صومعه آلوده شد ز خون دلم، گرم به باده بشویید حق به دست شماست. از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. چه ساز بود که در پرده میزد آن مطرب، که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست. ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند، فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست. بله، غزل فوق‌العاده زیبای حافظ، بحثایی که میطلبه و حالا که یه بار غزل رو خوندم بیت بیت میخونیم و آنچه که به نظر من میاد در این لحظه با شما در میون میذارم. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست. سخن شناس نه جان من، خطا اینجاست. خیلی ساده است، خیلی منطقیه این بیت، اما در اینی که منطقیه مفهوم خیلی گسترده‌ای درش هست که اتفاقا به روز هم میشه ازش صحبت کرد. اهل دل، اهل معرفت سخنانی میگویند که شاید غیر معنی اون رو درک نکنن، ظرافتاشو متوجه نشن و به خاطر همین به راحتی انکارش کنن. و جالبه که گاهی حرف پخته، حرف عمیق، حرف معناگرای یک آدم فرهیخته رو یا آدم معمولی که اصلا اهل سخن نیست، ظرافت‌های کلامو دریافت نمیکنه، مطالعه‌ای نداره، همینجور بدون پشتوانه رد میکنه. یه وقت هست میشه من بگم مثلا از فلان حرف فلانی خوشم نیومد یا من نمیفهممش یا تجربه های ذهنی من اونو نمیشناسه، اما اینکه در جایگاه یک آدم کارشناس و متخصص بنشینم و صحبت یک متخصص رو که هم از جهت علمی جایگاه ویژه‌ای داره، هم پشتوانه تحقیقی داره، به راحتی بگم نه اشتباه میکنه. این ما تو فضای مجازی اینو زیاد میبینیم، کسانی که تجربه مطالعه ندارن و به راحتی حرف یک بزرگی رو نفی میکنن به صرف این کارا یه جمله توی جایی شنیده و فکر میکنه اون حکم قطعیه و هرچه غیر از اون باشه حتما غلطه، یا تمناهای درونیش چیزیه که با این جمله‌ای که فلانی میگه
تطبیق نداره، به نفعشه که بگه این اشتباه میکنه، به جایی که فکر کنه ببینه واقعا تطبیق پیدا میکنه یا نه، یا چرا این تطبیق اتفاق نیفتاده. بیت ساده ایه. وقتی سخن اهل دل رو میشنوی نگو خطاست. سخن اهل دل رو به این راحتی نفی نکن. سخن شناس نی جان من، خطا اینجاست. اگر خطایی اتفاق افتاده در سخن اهل دل نیست، در اینی که تو سخن شناس نیستی، خودت اهل نیستی. جدا از اینکه عوالم اهل دل، اهل معرفت، اهل عشق، اهل معنویت، عوالم ویژه، آدمی که تو این عوالم نرفته خب درک نمیکنه دیگه. به قول سعدی به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن، که شبی نخفته باشی به درازنای سالی. تو که یه شب عمرت به اندازه یه سال نگذشته درد نکشیدی، اون رنج شب بیداری نصیبت نشده، چجوری میتونی حرف منو بفهمی که چه شبهایی دارم سر میکنم و چه رنجی از این بیداری ها میکشم؟ این بیت فقط این جابجایی کلمه و تکرار واژه خطا ظرافت داده به بیت که نگو که خطاست، خطا اینجاست. این خطا سعدی هم در اون غزل عاشقانه فوق‌العاده‌اش داره که میگه که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد، خطا بود که نبینند روی زیبا را. اونجا بحث عشق است. یعنی کسی که میگه دیدن روی زیبای زیبارویان خطاست، نه، من قبول ندارم. من فکر کنم نگاه نکردن به زیبارویان خطاست و باید حتما نگریست. زیبایی برای دیدن هست. اهل دل بود که این جان من هم اینجا در بیت حافظ خیلی برای باورپذیری بیت خوبه. خطاب میکنه عزیز من، رفیق من، جان من، نزدیک میکنه خودشو به مخاطب. و البته این نزدیک کردن که یه بار عاطفی هم داره، خیلی وقتا وجه کنایی داره. یعنی تو یک لفظ خیلی عاطفی و مثبت رو استفاده میکنی، نه برای اینکه معنی دقیقش مورد نظر باشه، برای اینکه میخوای کنایه بزنی. فراوان در گفتارهای روزانمون این کار رو میکنیم. خیلی وقتا من فکر میکنم یه تعابیر مثبتی هستن که همینجوری خود به خود معنی منفی پیدا میکنن. مثلا من بسیار اوقات احساس میکنم مثلا اگه یک نفر بهم بگه آقای محترم، یعنی داره بهم ناسزا میگه. عموما میگیم آقای محترم یعنی که من میخوام بهت اعتراض کنم، حرف تو قبول ندارم، یا این کاری که میکنی اشتباهه. حتما این رو هم شما هم شنیدید و تعابیری از این دست. حالا جان من، عزیز من، یعنی اثر دلسوزی بهت میگم، متوجه نیستی، حالیت نیست، بذار من روشنت کنم. این یه مقدار صمیمیتی هم درش ایجاد میکنه که حرفشو بتونه به قبول برسونه. اما بیت دوم که یه ذره قابل بحث تره، میگه که سرم به دنیی و عقبی فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. اولا دنیی همون دنیاست. تلفظ دنیی در متون قدیم فراوان هست. اصطلاحاً وقتی مصوت بلند عوض میشه، مثلا به جای خضاب گفتن خضیب، به جای رکاب گفتن رکیب. رودکی توی یکی از قصایدش اینا رو به کار برده. اینو اصطلاحاً بهش میگن ممال. به تبع آهنگ کلام، وزن شعر، قافیه یا شرایط ویژه‌ای که کلام داره، گاهی کلمات رو اینجوری ممال میکنن، یعنی مصوت بلند چه عوض میکنن. فراوان در متون دیدید عیسی عیسی خونده شده به تبع وزن شعر. مثلا مولانا میگه که چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسیی با موسیی در جنگ شد. اگه میگفت موسایی با موسایی در جنگ شد، خب وزن شعر به هم میریخت. گویا که ممال هم از قوانین زبان هست و میشه این کار رو کرد. پس دنیی همون دنیاست. چون اگه دنیا بخونیم اینجا وزن شعر به هم میریزه. اما عقبا سر جای خودشه. فکر نکنید اگه دنیی خوندیم عقبا رو هم باید عقبی بخونیم. نه، اینجا عقبا سر جاشه، وزن رو در واقع رعایت کرده. فقط در دنیی هست که این اتفاق میفته. دنیا و عقبا یعنی
این جهان که در آن هستیم و جهان آخرت که بعد از مرگ اتفاق میفته، که اصطلاحاً بهش میگن دو جهان، که فراوان در متون قدیم هست اصطلاح دو جهان، که در زبان فارسی قدیم یعنی قبل از هجرت، دوره فارسی میانه و باستان، اصطلاح گیتی رو برای این دنیا استفاده کردن و مینو رو برای آن دنیا، که کم کم مینو مجازاً به جای بهشت استفاده شد، اما لفظ مینو در برابر گیتی است، یعنی جهان آخرت، جهان غیر مادی، که جهان مادی که اینجا بهش میگه دنیا، در زبان فارسی قدیم گیتی نامیده میشده. اما سرم به دنیی و عقبا فرو نمی آید. سر فرو آوردن به معنی تسلیم شدن و پذیرفتن هست، کنایه است در زبان. خب راوی در مصر اول حرف بزرگی داره میزنه، یعنی نه دنیا نه آخرت، دو جهان رو به هیچ میگیرم، تسلیم هیچ کدوم نمیشم، پذیرش از هیچ کدوم ندارم. بعد به یک زبان شیرین طنزآمیز مصرع دوم قضاوت میکنه که تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. فتنه در لفظ معنی آشوبه، به معنی فتنه‌گری هم هست. وقتی تو یک امر بسیار بدیهی و رایج رو رعایت نمی‌کنی، نمیپذیری و اعلام نپذیرفتن میکنی، در واقع آشوبی در اون تعادل ایجاد کردی. میگن فتنه کرده، فتنه‌گری ایجاد کرده. زیبارویان وقتی که در معبر رفت آمد میکردن فتنه‌گر بودن، چون آشوبی در بین آدمیان ایجاد میکردن، همه حواسشون اومد به اینا، اختلال پیدا میشد، تمرکزشون از کارشون برداشته میشد، حواسشون پرت میشد. برای همون یکی از صفاتی که برای زیبارویان استفاده میکنن فتان یا فتانه است، که اسم هم هست برای بانوان، فتنه انگیز، که توی شعر فارسی این اصطلاح فتنه انگیز فراوان است. تبارک الله یا تبارک الله یعنی مبارک گرداند خداوند، یک جور لفظ تحسینه، لفظ ستایشه. تبارک الله یعنی خدا مبارک کنه، اینم کناییه دیگه، در واقع یک امر غیر مطلوبی رو داره میگه. کسی که به دنیا و عقبا بی توجه هست خیلی مطلوب نیست، چون اهل دنیا داریم و اهل عقبا، اونها که به این دنیا خیلی اهمیت میدن و اونهایی که به آخرت فکر میکنن. یک رندی مثل حافظ، چون درباره لفظ رند مفصل صحبت کردم دیگه، الان راحت میتونم اشاره کنم. رند اتفاقا خاصیتش همینه که گفتیم قانون گریزه، اون روال عادی، روال معمول زندگی رو رعایت نمیکنه و معمول اینه که آدما دو دستن، یا اهل دنیا یا اهل عقبا، و رند ما که اینجا راوی این بیت هست نه به دنیا و نه به عقبا اهمیت نمیده و همین باعث میشه که فتنه در سر او به نظر بیاد، یعنی دیگران او رو فتنه‌گر میدانند، چون رعایت نمیکنه، تعادل رو به هم میزنه، ناسازگاره. به خاطر همین میگه که چه فتنه هایی در سر ماست. و تبارک الله در واقع کنایه است از این که به شکل طنزآمیز میخواد شگفت بودن این ماجرا رو نشون بده. میگیم ماشاءالله به این فکری که تو داری، یا ماشاءالله به این رفتاری که تو داری. بخوایم بگیم رفتار خوب نیست اما ماشاءالله براش به کار میبریم. اینا وجوه کنایی کلام هست. خب نهایتا این بیت اتفاقا یک خون رندی در رگش جریان داره. آدمی که اینجا داره با ما صحبت میکنه کاملا رنده. اتفاقا مصداق خوبیه برای بیت اول، یعنی نکته‌ای داره بیان میکنه که هر مخاطب معمولی اعتراض خواهد کرد که یعنی چی به دنیا و عقبا سر فرود نمی آورم. همونی که میگه سخن شناس نه جان من. خطا اینجاست. این نوع عبارت ها رو که عموما عرفا به کار میبرن، بعضی وقتا تندتر، بعضی وقتا ملایم‌تر، ولی اعتدال اندیشه و زبان معمول رو به هم میزنن، یعنی یک لحظه ناخودآگاه، اصطلاحاً بهشون میگن شطحیات یا شطحیات. منطق گفتار معمول تو این عبارت ها نیست که بعضی وقتا حتی
ضد دین محسوب میشه. صحبت یک آدم عارف خداشناس جوری ظاهر میشه که به نظر ضد دین میاد. یه جمله بزرگ و مشهوری مثل انالحق که منصور گفت و دیگه فتنه ای از اون بزرگتر نبود دیگه. کل شریعت در اون دوره عکس العمل نشون داد تا جایی که منصور رو اعدام کردن که انالحق در لفظ یعنی من خدام. یک حال ویژه عرفانی است که همه راه‌های معمول شناخته شده اندیشه و کلام رو به هم میزنه. کسی عادت نداره یه آدمی که اتفاقا خداشناس هم هست بگه من خدام. و این کلام در زبان عرفا فراوان اومده. یا نفی کردن احکام و مناسک دینی. بسیار متن داریم در متون عرفانی از عین القضات، از شمس تبریزی، از خیلی از بزرگان، از مولانا که به ظاهر میاد که کفر رو داره میگه. به نظر میاد که مثلا داره میگه نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم، به چه دردم میخوره، یا رد شدم از این موضوع. اینها مفاهیمی درش هست که موشکافانه باید رازهای این مفاهیم گشوده بشه. به زبان ساده وقتی باش روبرو میشیم به نظر میاد کفرآمیزه و اگر یه ذره عناد داشته باشیم حکم اعدام این آدما رو صادر میکنیم که خیلی هاشون رو صادر کردن و در تاریخ به سرانجام بدی هم رسیده. دلیل اصلی این بوده حرفشون رو نفهمیدن یا نخواستن بفهمن، سخنشناس نبودن. خطای بزرگ در اینجا بوده، یعنی سخن اونها خطا نبوده، رمزگشایی میشه و خیلی مسائل زیربنایی اعتقادی اتفاقا تو همین آثار ظاهرا کفرآمیز هست. پس تبارک الله از این فتنه ها که در سر، عجب فتنه ای تو سر ماست، خدا زیاد کنه. این بچه کنایه طنزآمیز داره، یعنی شگفت‌انگیز این نوع نگاه من به جهان که سرم به دنیی و عقبا فرو نمی آید. این مقدار مبانی رندی داره. در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. از بیتای مشهور این غزل هست، فوق‌العاده هست. در اندرون من خسته دل ندانم کیست. کی در اندرون منه که او به جای من حرف میزنه؟ انگار من نیستم که حرف میزنه. در تمام مجموعه غزلیات شمس که غزلیات مولاناست شما میبینید که مثلا تخلص مولانا خموش هست. خیلی جالب، آدمی که این تعداد غزل داره و فراوان هم هست یه سره میگه خاموشم یا خاموش باش یا حرف نمیزنم یا حرف نزن، یعنی تبلیغ سکوت میکنه اما چقدر حرف زده. اینجا همون ماجرایی که اون نیست که حرف میزنه، این همون بحث فناست که از خود تهی میشه عارف سالک، به مرحله‌ای میرسه که دیگه اون نیست که رفتار میکنه. گفت وقتی که تیر میندازی تو نیستی که تیر میندازی، تیرانداز واقعی خداست. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. وقتی تیر میندازی تیر نمیندازی، واقعا تو نیستی، لکن خداوند تیرانداز است. یعنی تو اختیاری از خودت نداری. من اگر خارم اگر گل چمن آرایی هست، که از آن دست که میپروردم میرویم. حالا میگه ندانم کیست، در واقع اون حال از خود بی خود شدگی است. اصلا ندانم یکی از واژه‌های کلیدی این بحث فناست. عرفا وقتی به مرحله فنا میرسن این ندانمشون زیاد میشه، چون مقدمه فنا حیرت هست، سر در نمیارن از جهان هستی. باز مولانا در اون غزل شگفتش میگه که چه دانم‌های بسیار است لیکن من نمیدانم. دانم‌های بسیار است لیکن من نمیدانم. ببین این ندانستن در واقع اون حیرته، اون از خود تهی شدن فناست. وقتی تو وجودت محو میشه، من نیست شدم در تو از آنم همه تو، یعنی منی وجود نداره دیگه. وقتی منی وجود نداره تو از هیچی سر در نمیاری. حالا چی داری میگی؟ دیگه من نیستم که حرف میزنم. انگار یکی دیگه، یک
صدایی از درون من داره بیرون میاد. من خاموشم. اگه به من بود که چیزی برای گفتن نداشتم. اتصال من به اون معرفت بزرگ باعث میشه که من محو بشه در او که به جای من سخن میگوید. کلام او از زبان من شنیده میشود. بحث قشنگیه. شاید یه وقتی اگر مختص عرفان بخوایم صحبت کنیم، من در مورد فنا مفصلتر براتون صحبت کنم، ولی اینجا اگر مفصلتر بشه از شعر حافظ دور خواهیم شد. اجازه بدید که در همین حد اشاره وار پیش بریم تا کل غزل رو دریافت بکنیم. امیدوارم یه وقتی فرصت پیش بیاد، شاید به بهانه شاعران عارفمون مولانا، سنایی، عطار و بزرگان دیگر وارد این بحث بشیم. اما من خموشم، او غوغا میکنه. چه تقابلی هست. یه بیتی واعظ قزوینی داره که عارف نیست ولی دریافت‌های شگفت‌انگیزی در شعر سبک هندی هست. در توضیح این که حالا از خود میروم، یعنی در واقع از خود بی خود میشوم ولی همچنان در بند وجود خودم هستم، یک مثال تصویری فوق‌العاده‌ای میزنه. میگه رم آهوی تصویرم، شتاب ساکنی دارم. خیلی عجیبه. شما یه تابلو نقاشی رو، یک عکس رو که توی قاب گرفتن نگاه کنید، یه آهویی تو این تصویر رم کرده. آهویی که رم کرده اما حرکت نمیکنه چون تصویره. شتابش ساکنه. هیجان درونی، غوغای درون عارف در یک جسم ساکن خاموش داره خودشو نشون میده. من چیزی نمیگم ولی غوغایی در درونم هست. سکوت میکنم ولی فغان از درون من بیرون میاد. ببین اینا به کلام نیست دیگه. حال روحی و روانی سالکی است که به یک دریافت‌هایی رسیده، لب بربسته چون به دلایل مختلف نه کلمه برای گفتن داره، نه مخاطب اهل داره، نه امنیتی برای سخن گفتن داره و نه اجازه گفتن داره. چون یه بحث‌های عرفانی هست که تو حق نداری بگی، ممنوعه. گفتان یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد. یکی از اشکالاتی که به حلاج میگیرن، حسین بن منصور حلاج، اینه که نباید میگفته، نه اینکه حرفی که گفته غلطه. عرفا میگن نباید میگفته، درکشو نداشتن دیگران. مرتبه کلام او بالاتر از سطح دریافت عمومی، برای همین به اون عاقبت رسید که با یک انالحق گفتن. میگه نباید میگفت، اسرار هویدا میکرد. این بحثیه بین سکوت، خاموشی سالک و اون هیجانی که در درونش هست. اما بیت بعدی: دلم ز پرده برون شد، کجای ای مطرب بنال هان، که از این پرده کار ما به نواست. دقیقاً بیتی که میتونی به عنوان نماینده سبک حافظ برای دیگران بخونی. واژه ها فقط معنی ندارن، کار میکشه از کلمات. یعنی کلمه معنی داره، با کلمات دیگر تناسب داره، قصه موازی با قصه اصلی ایجاد میکنه، بار عاطفیش، بار موسیقیش. یعنی همه جوره این کلمات قراره که بیش از معنی کار کنن برای ما. یک کنایه داره که از پرده برون شدن، به معنی بیقرار شدن یا رسوا شدن. بیشتر رسوا شدن، چون پرده برای پوشوندن چیزی که میخوایم پنهان کنیم، پرده روش میکشیم، پرده پوشی میکنیم در واقع. بعد اگر این پرده کنار بره، پرده دریده بشه، اون چیزی که قرار بوده پنهان بشه آشکار میشه، در واقع رسوایی به بار میاد، راز برملا میشه. فکر میکنم که در نینامه مولاناست که میگه نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. یعنی ساز نی وقتی نواخته میشه، پرده های ما دریده میشه. یعنی چی؟ یعنی
رازهای پنهانی ما آشکار میشه. احساساتی که سعی میکردیم کسی نفهمه برملا میشه. موسیقی کارش همینه دیگه. شما در برابر یه قطعه موسیقی احساساتتون برملا میشه. میتونید اینو امتحان کنید. یه قطعه موسیقی خوب از جهت ساختار، از جهت هنری مقبول پخش کنید، چند نفر که دارن موسیقی گوش میکنن برید جدا جدا تو نخ این آدم ها، میبینید که هر کدوم یه حال ویژه خودشون پیدا میکنن. یه نفر ممکنه با یه قطعه موسیقی اشکش درآد، یکی ممکنه چشاش برق بزنه، یکی ممکنه خودش رو تکون بده. اگه عاشق باشه و تا حالا کسی نفهمیده باشه با یه موسیقی، قطعه موسیقی معلوم میشه، چون برملا میشه. خب پرده، از پرده برون شدن یعنی از هنجار خارج شدن و رسوا شدن. میگه دلم از پرده برون شد، یعنی دلم بیقرار شد، از هنجار خارج شد و رسوا شد. حالا دست به دامن مطرب میشه. مطرب اهل موسیقیه دیگه. قدیم میگفتن مطرب چون تنها شأن موسیقی ایجاد طرب بود. در بزم‌ها موسیقی اجرا میشد، و منم کنار مستی و شراب، که ساقی و مغنی با غین به معنی نوازنده و اهل موسیقی همیشه همراه بودن. یه مجلس عیش با مستی و طرب همراه میشد و موسیقی کار طرب رو میکرد. برای همون در گذشته به اهل موسیقی، چه نوازنده چه خواننده چه اونهایی که کار موسیقی میکردن، میگفتن مطرب. امروز نه، امروز موسیقی اونقدر وجوه متنوع انسانی رو شامل میشه که فقط طرب نیست. برای همین اگر یک اهل موسیقی، یک آهنگساز، یک نوازنده خوب رو بهش بگید مطرب، شاید اصلا بهش بر بخوره، چون مطرب امروز صرفاً به موسیقی که مخصوص مجالس طرب هست گفته میشه. نوازنده دعوت میکنه تو مجلس شادیتون ساز بزنه، به اون میگن مطرب، چون برای رقص و پایکوبی ایناست. حالا دست به دامن مطرب میشه که دلم از پرده برون شده است، بیقرار شده‌ام، رسوایی به بار اومده. تو یه کاری بکن، یه سازی بزن، بنال هان که از این پرده کار ما به نواست. پرده اصطلاح موسیقیه، یعنی این نغمه‌ای که میزنی. بعد به نوا بودن، کار به نوا بودن یعنی به در واقع توانایی رسیدن. نوا به معنی توان. میگن فلانی به نون و نوا رسیده، دارایی پیدا کرده. کار ما به نواست، یعنی سامان پیدا میکنه کار ما. اگر از پرده برون شده ایم، اگر رسوا شده ایم، حالا جمع میکنیم خودمون رو به نوا. ولی نوا یکی از دستگاه‌های موسیقیه. از این طرف پرده رو داریم که اصطلاح موسیقیه. مطرب هم که هست. مطرب در پرده‌ای می‌نوازد، پرده عشاق مثلا، و از اون سازی که تو میزنی من جمع میکنم خودم و به اون جمعیت حضور میرسم، به اون آرامش میرسم، یا تطبیق داره با حال و روحیه من. اگر از پرده برون شدم، حالا در پرده موسیقی است که خودم رو میتونم جمع کنم. خیلی جذابه. یکی از وظیفه‌های هنر هم در واقع همین هست که ما هرچه از هنجار روانی، فکری و عاطفی خارج میشیم، با موسیقی به هنجار برمیگردیم، با هنر به هنجار برمیگردیم. هنر رویاهای بشر رو یادآوری میکنه، رویا پردازی میکنه و ما به اصل و نفس بشری خودمون نزدیک میشیم. حال کسی که مخاطب جدی هنره حال منسجم و خوبیه. حالا این معنی صریح شعر هست که البته هیچ وقت حافظ صراحت نداره، ولی میخوایم یه چیزی از بیت در بیاریم. حالا به مطرب هم میگه بنال. نالیدن در واقع نغمه اندوهناک سر کردن هست. آواز بخون، آواز غمگین خودتو بخون که این پرده است که ما رو به سامان میرسونه. ضمن این که از اون پرده‌ای که خارج شدیم، که مثل اول گفته بود دلم ز پرده برون شد، این پرده‌ای که میگه میتونه به خود اون پرده برگرده که ما از پرده برون شده، دلمون از هنجار خارج شده، نوا و سامان کار ما به این پرده است، همون پرده‌ای که ازش خارج شدیم. تو بنال، تو بنواز، تو نغمه ایجاد کن تا ما
دوباره زیر پوشش اون پرده قرار بگیریم. پس پرده در مثل اون میتونه ایهام داشته باشه که مهارت اصلی شعر حافظ هست. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. عاشقانه شد دیگه. من اصلا اهمیتی به دنیا نمیدادم، التفات و توجهی به این کار دنیا نداشتم. چه اهمیتی داشت؟ اصلا دلبستگی به این جهان نداشتم. از روزی که زیبایی تو رو دیدم، از روزی که رخ خوش تو مقابل چشم من اومده، دلخوش به دنیا شدم. دنیا برای من زیبا شده. چون عاشق رنگ و نشانه های معشوق رو در جهان میبینه. به هر طرف که نگاه میکنه یادگاری از معشوق. مجنون در آوارگی و اون جنون و گسستگی روانی تو بیابون و کوه میگشت، یک شکارچی دید که آهو شکار کرده. هرچه داشت داد به این شکارچی که این آهو رو ولش کن. نه برای اینکه طرفدار حیوانات باشه یا بحث محیط زیست باشه. گفت این چشم اگر نه چشم یار است، زان چشم سیاه یادگار است. این چشای این آهو منو یاد چشمای لیلی میندازه. ببینید چجوری اجزای جهان به هم پیوند میخوره. با عشق تکثری که در جهان هست، کثرتی که در جهان هست، تنوع و تعددی که در پدیده‌های جهان هست، به وحدت میرسه، یکی میشه. بابا طاهر میگه که به دریا بنگرم دریا توینم، به صحرا بنگرم صحرا توینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا توینم. همش تویی. این در عرفان بهش گفته میشه توحید یا وحدت، وحدت وجود که نهایتا باز به فنا میرسه. یعنی تو وقتی همه چیز رو او میبینی دیگه خودت هم میشی او. به این ترتیبه که میگه تو که پدیدار شدی، زیبایی تو رو که دیدم، جهان برای من مقبول شد، وگرنه من اصلا توجهی به کار جهان نداشتم. نخفتم ز خیالی که میپزد دل من، خمار صد شبه دارم شراب خانه کجاست. خمار درباره‌اش صحبت کردیم قبلا، ولی خیلی خلاصه بگم که خمار به اون حالت بیمارگونه‌ای گفته میشه که کسی که شب باده نوشی کرده است، در اولین لحظات صبحگاهی بهش دست میده که سرش درد میگیره، حالش ناخوش میشه و میگن اگر یک پیاله شراب بنوشه حالش خوب میشه. به اون پیاله میگن صبوحی، در شعر فارسی فراوان هست. خمار در واقع حال بد کسی است که باده می نوشد و حالا در این لحظه از باده نوشی دور مانده. کسی که به شرابخواری عادت داره و حالا شراب نیست که بنوشه و حالت خمار، حالت بیماری، ظاهرا شبیه بیماری پیدا میکنه. حالا میگه خمار صد شبه دارم. 100 عدد کثرته، این شبهای فراوانی این خمار در من ایجاد شده. یا یک عمر باده نوشیدم و حالا نیست. اون نگاه معترض حافظم هست که باده نوشی ممنوع شد و میخانه ها رو بستن و به شکل در واقع تصویری داره اعتراض به محدودیت و ممنوعیت های اجتماعی زمان خودش میکنه. حالا خمار 100 شبه دارم. چی باعث میشه این خمار بشکنه؟ شراب کجا باید جستجو کنه؟ برای همینه میگه خمار 100 شبه دارم، شرابخانه کجاست؟ برم اونجا و باده‌ای بنوشم و این خمار بشکنه، حالم بهتر بشه، این حال ناخوش از من دور بشه. نخفتم ز خیالی که میپزد دل من. یک رویایی دارم، یه تصوری دارم، یه خیالاتی در وجود من رفت آمد میکنه که آرامش منو گرفته. دل من خواسته هایی داره که حالا عاشقانه بهش نگاه کنیم. تصویر یار، خیال یار باعث شده که خواب از چشمای من بره. یکی از ویژگی عاشق اینه که شب بیداره دیگه. شب از تصور معشوق خوابش نمیبره، از غم هجران خوابش نمیبره. خیال پختن به معنی رویا پروری کردن و
تخیل داشتن و وسوسه ها و خواسته ها رو در ذهن مرور کردن. خیالی میپزد دل من که به واسطه اون نخفتم. این حال ناخوش هجران، این حال ناخوش برآورده نشدن رویاها خماری است که صد شب است، دیرگاهی است. شرابخانه کجاست که من این خمار رو بشکنم؟ حالا فکر کنید با تصاویری که گفته چقدر عشقی باشه، چقدر معانی گسترده پیدا میکنه، سیاسی اجتماعی باشه چقدر معانی گسترده پیدا میکنه. اینا نشانه های تصویری هستن. چون این که صومعه آلوده شد ز خون دلم، گرم به باده بشویید حق به دست شماست. دو تا از به تعبیر حالا احکام اسلامی دو تا از نجاسات اینجا گفته شده. یکی خون هست که نجسه، یکی شراب. و جالبه که راوی این شعر، همون رند همیشگی مشهور، از یک طرف خون دلش میریزه چون اشک میریزه و اشک خون به معنی فراوان گریه کردن، که صومعه آلوده شده. صومعه یعنی جایی که عبادت میکنن، عبادت کنندگان از اشک خونین من آلوده شده، چون خون ایجاد نجاست میکنه. صومعه آلوده شده است، منو باید بشورید این آلودگی رو از بین ببرید. حالا میگه حق به دست شماست، هر چی تصمیم بگیرید درسته، حق با شماست. میخواید منو با باده بشویید، با باده خون رو بشویند. شراب که خودش تو احکام اسلامی از نجاسات هست و نجس میکنه، خون رو بشوره. این خیلی خروج از هنجاره، خیلی غیر طبیعیه. ولی راوی ما در این شعر دنبال شرابخانه است، راه نجات رو در باده نوشیدن میدونه و در مستی که گفتم به شکل تصویری به معنی هوشیاری است، به معنی دانایی و آگاهی است. حالا اینجور که صومعه به خون دل من آلوده شده است، برای پاک کردن منو باید بشویید، با باده بشویید که خود دانید حق به دست شماست. اگه با باده بشویید حق بهتون میدم. یعنی باده پاک کننده است. اینجا در واقع خون دل که نشانه رنج و اندوه فراوان هست، با باده از بین میره دیگه، با شستشوی معمولی از بین نمیره. باده است که غم دل از یاد میبرد، باده است که رنج های آدم رو تسکین میده. از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. مغان، دیر، منظور آتشکده، چون مغ به روحانی زرتشتی گفته میشه. دیر هم که به معنی جایی است که حالا بتخانه میگن، اما به معنی صومعه و عبادتگاهه. خب عبادتگاه مغان یعنی جایی که زرتشتی ها اونجا عبادت میکنن. میگه اونجا منو خیلی عزیز میدونن، خیلی بهم احترام میذارن. چرا؟ چون در درون من آتشی روشن، آتش عشق، آتش بیقراری بشری. و اونها چون آتش براشون مقدسه و این آتش رو در درون من دریافت کردن، احساس کردن، من براشون محترمم. خیلی واژه‌ها خوب جواب هم دیگر رو میدن. آتشی که نمیرد، یعنی آتشی که هیچ وقت خاموش نمیشه. عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود. زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله‌ای است که در آسمان گرفت. یعنی خورشید با همه عظمتش یه جرقه است که از دل من بیرون زده، چون آتش بزرگی در دل من است. این آتشی که هیچ وقت خاموش نمی‌شود، مثل بعضی از آتشکده‌های زرتشتی که هیچ وقت آتششون خاموش نشده، نذاشتن خاموش بشه. و حتی حالا فن آوری در اون دوره داشتن که آتش خاموش نمی‌شده. هنوز هم آتشکده‌های روشن در سرزمین ما هست. خب این آتش همیشه روشنه و در دیر مغان منو عزیز می‌دارن، چون این آتش در وجود من است. اونها به آتش به عنوان یک عنصر مقدس نگاه میکنن. خب این رو داشته باشیم. بریم سراغ ماجرای مغانی که در شعر حافظ دیگه روحانی نیست، می فروشه. دیر مغان رو اینجا میخانه بگیریم و من تو میخونه
تو شرابخانه آدم محترمی هستم، منو دوست دارن، بهم احترام میذارن. چرا؟ چون آتیش تو دلم هست. یعنی غم عشق نیاز به مستی در من ایجاد کرده. گفت الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. عاشقان جمع اصلی هستن که به میخانه ها مراجعه میکنن، چون مستی اندوه رو کم میکنه و عاشقان بسیار اندوهگینن. این آتش درون من باعث میشه که نیاز من به مستی بیشتر بشه و در دیر مغان که معنی ثانویش میشه میخانه، منو عزیز میدارند، چون میدونن که این آتش در وجود من هست، این نیاز بزرگ در وجود من هست. قشنگه. بعد این همیشه میتونه به آتش نمیرد برگرده، که آتشی که نمیرد همیشه، یعنی تا ابد زنده است، یا برگرده به همیشه در دل ماست. ببینید چقدر کلمه ها رفتار نحویشون هم خوبه. چه ساز بود که در پرده میزد آن مطرب، که رفت عمرو هنوزم دماغ پر ز هواست. دماغ به معنی مغزه، بیشتر به تفکر و حالا مجموعه خرد و عقل گفته میشه. خب میگه مطرب چه نغمه ای داره مینوازه، چه راهی مینوازه، راه به معنی دستگاه، چه سازی داره میزنه در پرده موسیقی، و ضمن اینکه میخواد بگه پنهانی در پرده میزنند، از یه جایی که معلوم نیست کجاست صدای موسیقی میاد، چون دوره بگیر به بند هاست، دوره محدودیت ها و ممنوعیت هاست، و اگر ساز هم نواخته میشه در خفیه‌گاه، در خلوت، پناهگاه، جایی که مأموران و مسئولان متوجه نشن. دوره گفتم تظاهر به مذهب است و ریاکاری دیگه. مجلس بزم پنهانی برگزار میشه، هم مستی و هم موسیقی ممنوعه و برای همین در پرده نواخته میشه. ببین چه ایهام قشنگی، هم پنهانی نواخته میشه، هم پرده. اصطلاح موسیقی در نغمه، در نغمه های، در ردیف های شناخته شده موسیقی داره نواخته میشه. که رفت عمرو هنوزم دماغ پر ز هواست. عمرم تموم شده ولی یه سازی، یه نغمه شنیدم میگه میزد، نه اینکه الان داره میزنه. مطرب سازی میزد که عمر من تموم شده اما هنوز مغزم این هوا رو فراموش نمیکنه. حال و هوای اون موسیقی هنوز در وجود من هست. عجیبه واقعا. یه نغمه هایی، راست میگه، تجربه انسانیه. یه نغمه هایی، یه حرفایی، یه احساساتی، یک آثاری تا آخر عمر آدمو رها نمیکنن. انگار یک لحظه ویژه درخشان حیاته. به خصوص که راوی ما به مستی نیاز داره، آتش در درونشه، دنبال شرابخانه میگرده، کنار شراب موسیقیه، از مطرب صحبت میکنه. یک تجربه بزرگ متعالی آگاهی که هیچ وقت منو رها نمیکنه. دماغم هنوز پر از هواست، یعنی اون حال و هوا وجود منو رها نمیکنه. ندای عشق تو دیشب. تون دارم میگم، ببخشید، میخوام زیاد وقت رو نگیرم. بعضی بحثا چون تکراریه، من تو هر غزل حافظ میگم، سریعتر میگم که این تکرارها ملال آور نشه. میگم برای اینکه بعضی از دوستان ممکنه همین قسمت برنامه ما رو تو یوتیوب ببینن، قسمت‌های قبلی رو ندیده باشن، بعد اون وقت ناقص میشه بحث. ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند، فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست. صدا میگیم، نه صدا. صدا به معنی همون مرسومش هست، اما صدا به معنی انعکاس صداست. صدا وقتی پژواک پیدا میکنه، به اون پژواک، به اون انعکاس صدا، به اون بازگشت صدا میگن صدا. میگه که یک نغمه‌ای، یک آوای عاشقانه‌ای در درون من به صدا در اومده. دیشب در اندرون من یک ندایی بلند شده که سینه من هنوز پژواک اون صدا رو در خودش داره. دیشب میتونه دیشب ازلی باشه، یعنی از گذشته دور.
عشقی که در گذشته جرقش خورده، وجود من رو تسخیر کرده، شاید قصه عشق به پایان رسیده باشه، یعنی قصهش، داستانش به پایان رسیده، ولی اون آتش عشق در درون من هست، یک ندایی داده شده و این داره میپیچه تو وجود من، عین صدایی که توی کوه شما تولید میکنید و چندین بار صداتون میپیچه، تو غار صداتون همینجور میپیچه. انگار سینه من، فضا و محوطه سینه من، چون جای قلبم هست، عشق در اونجا پدید آمده و نغمه عشق تولید شده و این نغمه همینجور داره تو این چهار دیواری سینه من میپیچه. عشقی که هیچ وقت تمام نمیشه، عشقی که حتی پس از مرگ به تعبیری همچنان هست. بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر که از آتش درونم دود از کفن برآید. یعنی من بمیرم تو کفنم باشم، باز این آتش عشق در وجود من هست، عشق تمام نمیشه. پس یه روزی که بهش میگه دیشب، عشق به وجود اومده ولی هنوز در سینه من این داره میپیچه. غزل فوق‌العاده‌ای بود، گویا که من به وجوه موسیقاییش اشاره نکردم، باز مثل همیشه هجاهای کشیده تراکم زیادی دارن، با توجه به اینکه قافیه و ردیف شعر با است ختم میشه و قافیه ما با مثبت بلند آ، خطاست، اینجاست، سر ماست، این توقف‌های ناگزیر کلامی ایجاد میکنه. در طول بیت و مصرع این اتفاق میفته، در اندرون من خسته دل ندانم چیست، که من خموشم و او در فغان در. ببینید چقدر او ای کیست، غوغاست، اینا مکس های ناگزیری در بیت ایجاد میکنه که حالا جدا از اینکه آهنگ کلام رو بیشتر میکنه، این مکس های زیاد تمرکز کلام و اهمیت کلام رو نشون میده. ریتم و ضرب آهنگ کلام حافظ در این غزل کنده، چون از مسائلی داره صحبت میکنه که تفکر انگیزه، احساس برانگیزه، عمیقه. طرب نیست که بزنه به کوب رچه، حادثه نیست، داره از چیزهایی که زمان میبره. خمار صد شبه دیشب در اندرون من دادند. میبینید یه چیزهایی که زمان میبره و اینها باعث میشه که کلام حافظم ناخودآگاه به شکل بسیار هنرمندانه‌ای با ضرب آهنگ کند پیش بره. او ایست، ماست. ببینید اینا همه توقف ایجاد میکنه و تناسب‌ها رو که بعضیاشو اشاره کردم. یه ذره ناخوشی در جسم من هست، حالا مریضی که نمیدونم ویروس چیه، اینم باعث شد که زیاد تمرکز نداشته باشم، ببخشید. اما نهایتاً امیدوارم که از این غزل بهره برده باشید، لذت برده باشید و اون سبک و سیاق بیان واقعاً بی‌نظیر حافظ رو تا حدودی تونسته باشم دربارش بگم و به شما منتقل کنم.